اسطورخانه ادبی یادگاری استاد میرزا ترسونزاده یکی از اسطورخانه‌های ادبی بوده در تابعیت اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان می باشد. اسطورخانه جایگیر است در مرکز شهر دوشنبه، ناحیه اسماعیلی سامانی، کوچه لایق شیرعلی، شماره 79. برای کسانی که میخواهند از اسطورخانه دیدن نمایند یگان مشکلی ایجاد نمیشد برای پیدا نمودن اسطورخانه، چون که در خمگشت کوچه لایق شیرعلی شماره 79 جایگیر است و در نزد درآمدگاه اسطورخانه یک نیم جثه شاعر بریلیف با دو شاه مصرع خیلی عالی جناب نصب کرده شده است و برای داخل شدن به اسطورخانه برای آنها هیچ ممانعت پیش نمی آید. خب اصلا ما مهمانان خود رو از همین دروازه پیشواز میگیریم و پیش از آنی که درباره اسطورخانه اکسپونات ها معلوماتیم، سراول ما میخواهیم کمی باز روشنی اندازیم درباره حیات و آثار استاد میرزا ترسونزاده. استاد میرزا ترسونزاده شخصی هستند که برای همگان آشنا هستند، شخصی خادم سیاسی، خادم جمعیتی، خب شاعر خلقی تاجیکستان، قهرمان مهنت سوسیالیستی، جایزه داری مکافات دولتی لنینی و استالینی سابق اتحاد شوروی، خب جایزه داری مکافات دولتی به نام ابو عبدالله رودکی جمهوری تاجیکستان، جایزه داری مکافات بین المللی به نام جواهرلال نیرو برای همون خدمت های ارزنده اشون، برای همون سلسله شعرهای قصه هندوستان، شاعری خلقی تاجیکستان. تا دم آخری حیاتشون اون کس رئیس اتفاق نویسندگان بودند. اکادمیک فخری اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان از سال 1951. انا همین خدمت های استاد رو ما کوشش میکنیم که در هفته راه بلدی به مهمانان خود بررسی نماییم. اسطورخانه ادبی یادگاری استاد میرزا ترسونزاده 25 سپتامبر سال 1981 به مناسبت 70 سالگی شاعر دری خود را برای تماشابینان باز نموده است. اسطورخانه از دو قسمت عبارت است، قسمت یادگاری و قسمت ادبی. قسمت یادگاری از آن برای آن چنین نام گرفته است که در این قسمت تمامی موادها شخصا از آن خود استاد هستند. به همین خاطر ما کوشش میکنیم که مهمانان خود را از همین ایوان برای پذیرایی آنها قبول میکنیم مهمان را و با همون دو مصرع مشهور شاعر گفتنی هستیم که شد منور از قدوم دوستان کاشانه ام، خانه فانوس است و مهمان شمع و من پروانه هم. خب در اینجا وقتی در اومدن هرچ میبینیم همه اون موادهایی که هستن اینها واقعی هستن. میز مدوری که بالای این تخته شاهمات گذاشته شده است و استاد با همراه دوستانشون فارغ از کار با شاهمات بازی مشغول می شدند و اینجا یک آینه نیلگونی که در سالهای شوروی خیلی مشهور بود و اهل بیت در اینجا نشسته از این آینه نیلگون استفاده می بردند. خب تغییرات جدی که در این در همین ایوان دیده می شود این همین فقط دیگر کردن همین گلیم است و همین موافق طلبات زمان هم پرده ها دیگر کرده شدند، زمانوی ژالوزی کرده شدند، دیگر همه چیز حتی دری درآمد و هر چیزی که هست این از دوره استاد باقی مانده است. و یک اکسپونات خیلی مهمی که در اینجا دیده می شود این هنر زنهای اسفره در یک گلدوزی خیلی زیبا با عکس شاعر و این تحفه هست به استاد میرزا ترسونزاده بخشیده به 60 سالگی زادروزشون و چیزی دیگر این یک شاخی گوزن از تحفه از دوستشون به 60 سالگی استاد میرزا ترسونزاده و همینطور یک اکسپونات خیلی مشهوری که در ایوان گذاشته شدگی است این پیانینه. این پیانینه تاریخی خیلی دور و دراز دارد. خب هنوز وقتی که دخترشان فیروزه بانو 10 ساله بودن از جانب سرور حکومتی همون وقت بابا جان غفوروف به اون کس تحفه شدگی بود و امروز من همین اسطورخانه را زیبا زینتی خاصه میبخشد. استاد میرزا ترسونزاده همراه اهل بیتشون از سال 1949 تا 1969 در این منزل زندگی کردگی هستند.
به قسمت دیگر میگذاریم. مهمانخانه نام دارد. پیش از اون که درباره مهمانخانه معلوماتیم چیزی عینی مدعا میشد، اگر درباره می خانه معلومات دیم که خانه از روی لایحه آلمانی با خشت پخته ساخته شده است و از 4 طرف در دارد. هر یک در این آثارخانه در موردهای ضروری از طرف خانواده استفاده برده می شدند. من همین که ما در مهمانخانه قرار داریم میتونستن استاد از همین در به واسطه به دیگر خانه ها وارد نشده مهمانای خود را قبول کنند و به همین در گسیل نمایند. خب در اینجا یک خانه خیلی خوب گسترده هست که باری نخست این ظرف ها را استاد با اهل بیتشون سال 1958 روی همین دسترخوان گذاشتند و استفاده بردند، چرا که سال 1958 با قرار یونسکو در کشور عزیز ما جشن 1100 سالگی قافله سالار ادبیات فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی خیلی باشکوه و با تنتنه قید کرده شد و این سبب شد و از دور و نزدیک مهمانای خیلی اولی قدر به کشور ما تشریف آوردند. از جمله زیادی مهمانان اولی قدری که در این خاندان مهمان شدند از جمله فیض احمدی فیض، ارژی بیچکا، اناتولی سافرونوف، میژلایتیس، خب رسول غمزاتوف و بسیار کسانی بودند که به واسطه از این دسترخوان آرایی استاد میرزا ترسنزاده استفاده بردگی هستند. چیز جالبی که ما به مهمانان خود پیشکش می نماییم منمی قندیلی که این طبع و ذوق بلندی استاد و خانومشون نشان میدهد که خیلی قندیلی که عالی جناب که منمی قدر سر سال من خدمت کرده است. اگر از تاسیس یابی آثارخانه من نزدیک سال آینده 40 سال می شود، خیلی خوب ایستاده، صفتش را گم نکرده است و این جوان هایی که داخلی آن پر از منمون ظرف هایی هستند که اهل خانواده از آنها استفاده می بردند و اینجا یک رختی استراحت، دیوان با کروپچه و این قالینی که با عکس ابو عبدالله رودکی نصب شده است، همه این در ایام زندگی استاد در همینجا همینطور گذاشته شدگی بود و این باعثی من اون میگردد که ما معرض تماشای مهمانان گذاریم و آنها از دیدار همه اینا خیلی شاد میگردند. قسم ادبی از 4 قسمت اساسی عبارت است که ما الک از مهمانخانه ایوان دیده نمودیم و این حجره کاری استاد میرزا ترسنزاده است. من همین هر چیزی که در اینجا گذاشته شده است، من هدو کرسی که خودشون نشسته کار میکردن و روی میزی کاری استاد میرزا ترسنزاده ما چی میبینیم؟ اینجا در کبوتر رمزی صلح است، چون که استاد میرزا ترسنزاده ترنمگری صلح و ضعف صلح در تمام جهان بودند. کبوتر ایستاده است. نسخه دستخطای استاد میرزا ترسنزاده که قسمت با خط نیاگان گذاشته شده است، سالهای اول ایجادیات اون کس بیشتر با خط نیاگان انشا میکردن، بعدا سالهای آخر بیشتر با خط کریلی می نوشتگی شدن. خب یک بلک نوتی که در همون سالهای استفاده می بودن، چراغی روی میزی است، قلمشون هست و این عکس نیم پیکره الکساندر سرگیویچ پوشکین. چرا در اینجا گذاشته شده است؟ چون که استاد بسیار اشعار پوشکین را دوست می داشتن، می خوندن و گفتن ممکن که همچون کومیر برای خودشون بسیار اشعار این کس بسیار عزیز بود. من می جوان هایی که کتاب هایی که بعد سری استاد چاپ شدگی هستند، نشر سالهای من بعد، لیکن من این جوانی که در دیوار نصب شده است، این کتاب های خودی استاد ایامی که در اینجا زندگی میکردن از آنها استفاده بردگی هستند. خب قسمت دیگری که در اینجا میبینیم یک جوانی که در آنجا کتاب ها شاعران، نزدیکان، پیوندان، اهل قلم، همون نفرانی که با استاد هم قلم هم نشین بودن با سایه دست کتاب ها را تحفه کردگی هستند و در این یک پهلو زینت بخشی همین حجره کاری استاد دانسته می شود.
در داخل جیوان سر و لباس استاد ترسونزاده همون زمانی که از آنها استفاده می بردن، شیم، کاستیوم، کله پوش، من همین حتی من عصای دستی که سالهای اخیر کمی بیمدار بودن با عصای دست می گشتن و خوشبختانه من همه چیز به طور واقعی حفظ و نگاه داشته می شود. و چیزی خیلی مهمی که برای مهمانان ما که مخصوصا نسل جوان بیخبر هستند، من میپرسند از ما که همینا چی هستند در خانه نصب کرده شدگی هستند. اینو بخاری میگن. اگر به زبان عامه‌فهم گپ زنم پیچ همون، یعنی که در فصل سرما خانه رو با انگشت میتسباندند. در دو قسم خانه نصب کرده شده است. در قسم اولش مهمان خانه حجره کاری و ایوان رو گرم نگاه می‌دارد. در قسمت دوم خانه خواب، خانه پیشتر خانه بچه ها و این راهروی که به قول خود استاد فیروزه ترسونزاده میگفتن که وقتی که اینجا در ما علاب میموندن ما کرپچه پرداخته نشسته استراحت میکردیم. برای من یک خاطره خیلی خوب باقی مانده است، یعنی که خانه را در فصل سرما با انگشت میتسبانیدند. استاد میرزا ترسونزاده خیلی به نهایت سفرهای زیادی کردگی هستند. تخمین می رود که زیاده 33 دولت کشورهای روی عالم را، حتی بعضی آنها را یک چند مراتبگی سفر کردگی هستند. کشورهای دولت‌های اتحاد شوروی باشد قریب که تمام اونها رو یک چند مرتبگی تماشا کردم. منظور ما چی هست؟ منظور ما همین است که من همین تالاری که ما حاضر قرار داریم خانه توفه ها نام دارد، ولی در ایام استاد ترسونزاده همراه اهل بیت در اینجا زندگی میکردن، این خانه بچه ها نام داشت و در اینجا 3 فرزند استاد خواب میکردن، استراحت میکردن. بعدا من از روی ضرورت خانه توفه ها، چون که استاد از هر یک سفرشون یک توفه بسیار عالی جناب، یک چند توفه ها آوردگی هستند. همه همین زینت بخش انمی تالار هستند. منم گیرم اگر منم کوزه های زرحلکاری از نقره زرد، نقره سفید، من از ایران، از کشور ایران و از ویتنام و از کشور چین و همه انمی توفه ها محصولی من همین اون است، نشانه اون است که در حقیقت استاد بعد هر یک سفرشون به خاندان خود یک توفه وارد میکردند. اثرهایی که بعداً چاپ شدگی هستند، نشر سالهای گوناگون و در زیر هر یک این یک ارغوانچه، یک توفچه استاد گذاشته شده است. در این قسمتی که ما برای مهمانان منظور میکنیم، معلومات میدیم درباره پیوندان استاد میرزا ترسونزاده، دختر کلانی فیروزه ترسونزاده. خوشبختانه همه فرزندان استاد در قید حیات هستند. در این کشور نازنین عمر به سر میبرند، برای خلق و وطن خدمت ارزنده کرده هستند. معلمه بسیار شخصیتی مشهور فیلسوف فیروزه ترسونزاده به واسطه با ما همکاری دارند، هم زمان میبینند، مصلحت‌های خودشون دریغ نمیدارند. و اینجا معلومات درباره 3 فرزند استاد است. خانومشون صباحت نظامی‌دین و یک شخصیت خیلی مشهوری که برای همین اهل قلم شدن استاد میرزا ترسونزاده اون قسم سهم ارزنده داشتند. عکس‌های بین‌نهایت خاطره‌ای در 2 پهلو گذاشته شده است. من استاد در لحظه‌های گوناگون همراه فرزندان، همراه دوستان، رفیقان در لحظه های گوناگون صورت های بی‌نهایت خاطره‌ای دارند که از دیدن آنها کس به یک کیفیت دچار می‌آید، به گذشته دوری ها می‌رود. من شخصیت هایی بودند که کار رو ایجاد کردند و از خود نقش دستاشون باقی گذاشتگی هستند. ما همه وقت مهمانای خود را انتظار هستیم و پیش از آنی که سخن را به همکارم برای قسمت ادبی شناسایی معرفی کردن شریفزاده لطف‌اللهی، فقط در اکتفا گفتنی هستم با زبان شاعر که خانه ما آنقدر هم دور نیست گرچه در چشم شما منظور نیست.
мирзо турсунзода ҳамчун як фарди ниҳоят фаъоли фарҳангӣ дар садаи асри 20 бо хизматҳои шоёни худ дар навсозии Тоҷикистон, тараққиёти адабиёт, илм ва ҳунари он саҳми ниҳоят бузург гузоштааст. имрӯз осорхонаи адабии устод Мирзо Турсунзода дари худро барои бинандагон дар ду қисмат хоб кушодааст. қисмати дуюми осорхонаи Мирзо Турсунзода қисмати адабӣ унвон шудааст, ки аз 5 толор иборат аст ва материалҳои гуногунро аз ҳаёт ва фаъолияти сиёсӣ, ҷамъиятӣ ва адабии шоир нақл мекунад. дар ин қисмате ки мо қарор дорем, толори кӯдакӣ ҷавонии шоир унвон дорад, ки дар ин ҷо аксҳо аз давраи кӯдакӣ ҷавонии Мирзо Турсунзода ба бинандагон намоиш дода шудааст. ин дарахте ки мебинем, ин дарахти чормағз аввалин дарахте аст, ки устод Мирзо Турсунзода соли 1949 соле ки ба хона ворид шуданд, ин дарахтро шинонидаанд. дар ин толор ҳамчунин акси зодгоҳи устод Турсунзода, яъне деҳаи Қаратоғ намоиш дода шудааст. барои ба камол расидани шоир, эҷодкор албатта сарчашмаҳои гуногун лозим аст. барои ба камол расидани Мирзо Турсунзода агар аз як ҷиҳат истеъдоди модарзодӣ бошад, аз ҷиҳати дигар мутолиаи осори классикони машҳури форсу тоҷик мебошад, ки мо дар ин қисмат мебинем девони Мирзо Абдулқодири Бедил, Зебонисо, Маснавии маънавии Ҷалолиддини Румӣ, рубоёти Умари Хайём низ ба намоиш гузошта шудааст, ки устод Турсунзода аз ин асарҳои барҷастаи классикони форсу тоҷик илҳом гирифтааст. мегузарем ба қисмати дуюми толор. толори дуюм унвон гирифтааст марҳилаи аввали эҷодиёти устод Турсунзода ва қадамҳои нахустин гузоштан ба адабиёт. устод Мирзо Турсунзода аз солҳои 30-юми садаи 20 ба арсаи адабиёт қадам гузошт ва маҷмӯаи аввалини эшон Байроқи зафар ва сипас шеърҳо ва баъдан осори зиёдеро эҷод кардааст. дар ин қисмат мо аксҳо, китобҳо, тӯҳфаҳо мебинем, ки аз ҳаёти устод Турсунзода нақл мекунанд. солҳои 30-юми асри 20 бо тақозои замон устод Турсунзода як муддат ба шаҳри Хуҷанд сафар карданд. маҳз дар шаҳри Хуҷанд дар театри халқии Лелинобод, ки айни ҳол ба номи Камоли Хуҷандӣ аст, кор ва фаъолият кардааст ва маҳз дар ҳамун дар шаҳри Хуҷанд дар ин театр бо оилаи худ Сабоҳат Низомиддинова ҳангоми ба саҳна гузоштани намоишномаи ҳукм шинос мешаванд ва оила бунёд мекунанд. дар ин ҷо ҳамчунин аксҳо аз достони машҳури устод Мирзо Турсунзода Ҳасани Аробакаш ба намоиш гузошта шудааст. толори сеюм аз сафарҳои устод Турсунзода, аз китобҳо, аз ҳуҷҷатҳо ва аксҳое ки устод Турсунзода дар маҷлисҳо ва сафарҳои гуногун гирифтаанд. ҳамчунин дар ин ҷо дуторе нигаҳдорӣ мешавад, ки ба устод Турсунзода аз ҷониби мардуми Қазоқистон тӯҳфа шудааст. ин ҷоме ки мо мебинем, ин ҷом аз ҷониби мардуми дӯст ва бародари мо халқи узбек соли 1981 ба муносибати ҷашни 70-солагии устод Турсунзода ба осорхона эҳдо шудааст. дар ин толор ҳамчунин 10 соли фаъолияти устод Турсунзодаро мо аз ин дида метавонем. устод Турсунзода 10 соли ҳаёти худро, яъне аз соли 1969 то охири ҳаёти соли 1977 маҳз дар анамин мизу курсӣ эҷод кардааст.
قسمت دیگری ادبی رو تالار فعالیت جمعیتی سیاسی استاد ترسنزاده در سالهای 60 و 70 خب قرار میگیرد که در این سالها فعالیت استاد ترسنزاده در بسیار جنبه ها خب ظاهر میگردد. این تالار از سالهای نقل میکند که استاد ترسنزاده سال 1947 همچون نماینده شوروی به کشور هندوستان سفر میکند و محض همین سفرهای استاد ترسنزاده است که محققین به این نظرند که استاد سفر به هندوستان مرحله تازه ایجادیات استاد ترسنزاده را به وجود آورده است و ما در اینجا عکس هایی را میبینیم که استاد ترسنزاده در هندوستان خب گرفتند. نگفته نماند که محض سفر استاد ترسنزاده به هندوستان بود که مجموعه معروف و مشهوری او را با نام مجموعه قصه هندوستان به عرصه ایجاد آورد. در این قسمت جشن 60 سالگی میرزا ترسنزاده به نمایش گذاشته شده است که ما میدانیم سال 1971 جشن 60 سالگی استاد ترسنزاده در تمام حدود اتحاد شوروی خب با تنتنه جشن گرفته شد. در شهر دوشنبه خب در زادگاه شاعر و در مرکز اتحاد شوروی یعنی شهر مسکو نیز جشن استاد ترسنزاده با تنتنه گذاشته شد. این ستاره که ما میبینیم با استاد ترسنزاده از جانب به مناسبت جشن 60 سالگی شاعر خب از مردم بدخشان خب تقدیم شده است. تالار پنجم پاس خاطر نام دارد. در تالار پاس خاطر نوشته های ادیبان و دانشمندان، شاعران و نویسندگان تاجیک و خلق‌های دیگر خب در اینجا نوشته شده است که در وصف درباره شخصیت و آثار استاد ترسنزاده خب حکایت میکند. به قول بازار صابر خلق بر شعر تر و برگرمی دیدار او چون به اقلیم وطن بسیار عادت کرده بود. هر کجای بود ترسنزاده میرزا خلق بود، هر کجای خلق بود میرزای ترسنزاده بود.